ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال 3 ماه بزرگمهر یوروف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقم 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یوروف حالا دوره کرانتین را پس سر می کند. بزرگمهر یوروف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یوروف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگهداری میشد. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دکبر بزرگمهر یوروف از سیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره کرانتین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یوروف منع است. هورنیسا اسحاقova مادر بزرگمهر یوروف روز 22 دکبر به رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یوروف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یوروف در کرانتین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یوروف مسئولان زندان گفتند که مهلت کرانتین در ماه ژانویه سال آینده به پایان میرسد. بزرگمهر یوروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی 2 سال دعواهای سودی در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده‌های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افراطگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت اثبات شده و قانونی می‌نامد. اخیراً بزرگمهر یوروف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد، اما بزرگمهر یوروف و نزدیکانش حکم دادگاه‌های تاجیکستان را دارای انگیزه‌های سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیر ماه سال 2015 چند هفته بعد غیر قانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهکار اعلان شدن وی گردید.